برای اولین بار در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از سوی بنیاد بیات به افراد نیازمند آرد و روغن کمک شد. کمک متذکره که برای هر خانواده 50 کیلوگرم آرد و 3 کیلوگرم روغن بود توسط مسئولان بنیاد بیات و مقامات محلی توزیع گردید. کمک بنیاد بیات روز دوشنبه در شهر لشکرگاه با حضور داشته محمد گلاب منگل والی هلمند، نسیم نیازی نماینده مردم این ولایت در ولسی جرگه و انجینیر احمد شاه مسئول صاحبی افغان بشیم در هلمند برای خانواده های نیازمند توزیع شد. والی هلمند ضمن قدردانی از این کمک بنیاد بیات گفت که این بنیاد در سراسر کشور برای نیازمندان کمک کرده است. لکه څنګه چې نن د بنیاد بیات و مثل امروز که بنیاد بیات برای ما کمک های خود را روان کرده، در این ماه مبارک و در روزهای مبارک به خانواده های بی بضاعت در هلمند کمک کردند. تشکری میکنیم و خداوند به تمام ما همت این را بدهد که با مردم بیچاره خود کمک کنیم و تشکری قلبی خود را از آقای احسان الله بیات رئیس بنیاد بیات میکنیم که در این روزهای مبارک کمک کردند. انجینیر احمد شاه مسئول صاحبی زون کندهار بنیاد بیات در جریان توزیع کمک گفت این بار نخست است که این بنیاد برای نیازمندان در این ولایت مساعدت می کند و روند توزیع کمک در این ولایت گسترش خواهد یافت. د بنیاد بیات یو غیر دولتی او غیر سیاسی ارگان دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بنیاد بیات یک ارگان غیر دولتی و غیر سیاسی می باشد که در تمام نقاط افغانستان به خانواده های بی بضاعت کمک کرده و از این بعد کمک خواهد کرد. این کمک ها به بار اول به ولایت هلمند آمده است، لیکن این پروسه دوامدار خواهد بود. خانم نسیم نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه ضمن قدردانی از بنیاد بیات خواست تا این روند در این ولایت ادامه یابد. دوی څخه تشکر کوم چې په دې اساس ورځو کې چې د روژې په مبارکو من از این بنیاد تشکر می کنم که در این روزهای اساس رمضان کمک را برای مردم بیچاره هلمند نموده است و خواهش ما این است که این ابتدای این کمک ها باشد نه انتهای آن. ابتدای انتهای نی. شمار از کسانی که این کمک را به دست آوردند با ابراز خوشی میگویند که بنیاد بیات نه تنها در هلمند بلکه در همه مناطق کشور برای حل مشکلات مردم کمک های را انجام دادند. این نخستین کمک بنیاد بیات به نیازمندان ولایت هلمند است. این کمک ها در دیگر مناطق این ولایت نیز گسترش خواهد یافت.